باغ بزرگ بر دل غزال نایت در ترکیه که اصلا باورتان نمی شود. غزال نایت در ترکیه چی عضوی از خانواده‌اش را از دست داده است. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید و غزال نایت در ترکیه و رقابت‌های عجیب و باور نکردنی غزال نایت با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند برجسته و یکی از هنرمندان سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است و شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را در میان هنرمندان افغانستان داشته است و از سن نوجوانی به سرودن آهنگ با نظیر خارا یکی از استادانش آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی به اوج شهرت موسیقی برسد. غزال نایت آهنگ‌های بیشماری در افغانستان ثبت کرد، اما بعد از رفتنش به کشور کانادا از رجا رایش همسر اولش جدا شد و با قیس الفت آهنگ‌های دوگانه بیشمار سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان قرار گرفت. تا کنون غزال نایت باری دیگر ازدواج نکرده است، اما همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید ملکه دلها یکی از هنرمندان سرشناس افغانستان بوده است. وی در ترکیه مانند آریانا سعید زندگی می کند. چند می شود یکی از خواهران غزال نایت در ترکیه حادثه ترافیکی کرده است و به همین علت وی دیگر برنامه‌های موسیقیش را ادامه نداده است. ولی غزال نایت کنسرت‌های خودش را مانند آریانا سعید در سرتاسر جهان برگزار می کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند با جمع دیگر هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.